تصور کن توی یه بازی گیر افتادی. جایی که برای زنده موندن مجبوری دیگران رو قربانی کنی. صدای فریادها، فشار روانی و این سوال که چقدر حاضری پیش بری. این داستان اسکوید گیمه. اما اگه بهت بگم ماجرایی وجود داره که حتی ترسناکتر از اسکوید گیمه و واقعیه، باور میکنی؟ پرونده‌ای که در تاریخ کره جنوبی ثبت شده و به عنوان یکی از تاریک‌ترین اسرار این کشور شناخته میشه. برادرز هوم. اسکوید گیم یه سریال تخیلیه، اما پیام‌های عمیقی داره. از شکاف طبقاتی تا بحران اخلاقی. این سریال به سوالات مهمی درباره جامعه به ما جواب میده. بازیکن‌ها به خاطر بدهیاشون وارد بازی‌های مرگبار میشن. اونها در فضایی بسته و تحت فشار قرار میگیرن، جایی که هر انتخابی ممکنه به مرگ خودشون یا دیگران ختم بشه. اما چیزی که اسکوید گیم رو متمایز میکنه نماد پردازی عمیقشه. بازی‌های ساده دوران کودکی که به ابزار مرگ تبدیل میشن. پول تنها راه خروج از این جهنمه. اما به چه قیمتی؟ اسکوید گیم دنیایی رو نشون میده که در اون انسان‌ها به بازیچه‌ای برای ثروتمندان تبدیل شدن. اما این فقط یک داستانه؟ یا شاید نه. داستانی واقعی که در دهه 1970 و 1980 کره جنوبی رخ داد. این مرکز در ظاهر برای افراد بیخانمان و افراد بی سرپرست بود. اما در واقعیت برادرز هوم به یک زندان تبدیل شد. قربانیان شامل کودکان، افراد بیخانمان و حتی کسایی بودند که بدون دلیل مشخص دستگیر و به این مرکز فرستاده می‌شدند. اینجا کودکان تحت شکنجه‌های وحشتناک قرار می‌گرفتند. افراد مجبور به کار اجباری بودند بدون هیچ حقوق یا حمایتی و حتی گزارش‌هایی از مرگ‌های مشکوک به قتل وجود داشت. گفته میشه بیشتر از 500 نفر جان خودشون رو در این مرکز از دست دادن، اما تعداد واقعی ممکنه خیلی بیشتر باشه. حالا یک سوال مهم، این دو داستان چقدر به هم شباهت دارن؟ توی هر دو داستان انسان‌های ضعیف و آسیب‌پذیر قربانی سیستم‌های ظالمانه میشن. برادرز هوم مستقیما نتیجه سیاست‌های دولت بود. اسکوید گیم هم به نوعی انتقادی به سیستم سرمایه‌داری افزار گسیخته است. در هر دو داستان انسان‌ها به ابزارهایی برای رسیدن به اهداف بزرگتر تبدیل میشن. چه برای سرگرمی، چه برای سودجویی. اما شاید ترسناکترین شباهت این باشه. هر دو داستان نشون میدن چطور یک سیستم میتونه انسانیت رو از افراد بگیره. با وجود شباهت‌های این دو داستان با هم تفاوت‌های خیلی مهمی دارن. اسکوید گیم تخیلیه، اما برادرز هوم یک واقعیت تلخه. قربانیان برادرز هوم هیچ انتخابی نداشتن، اما بازیکنان اسکوید گیم حتی اگر از سر ناچاری وارد بازی شده بودن، باز هم میتونستن انتخاب کنن که بازی متوقف بشه. پیام اسکوید گیم درباره پول و اخلاقه، در حالی که برادرز هوم بیشتر درباره فساد دولتی و بی‌عدالتی سیستمیه. برادرز هوم و اسکوید گیم دو روی یک سکه. یکی داستانی از واقعیت تلخ تاریخ و دیگری یک آینه برای جامعه امروز. این دو به ما یادآوری میکنن که انسان‌ها در برابر سیستم‌های بی‌رحم چقدر آسیب‌پذیرن. شاید اسکوید گیم تخیلی باشه، اما اگر به زندگی روزمره‌مون نگاه کنیم می‌بینیم که واقعیت گاهی از تخیل هم ترسناک‌تره. حالا شما بگید، فکر می‌کنید سیستم‌های امروز چقدر از این داستان‌ها فاصله دارن؟ یا شاید هم ما بازیچه بازی بزرگتری؟